به علی دایی فوتبالیست شماره 1 اقتصاد ایران هم میگن. به خاطر این دارایی ها. عضو اتاق بازرگانی تهرانه. یه شهرک توریستی توی چالوس داره. یکی توی دبی، یکی توی مادرید اسپانیا. نمایندگی انحصاری برندهای آدیداس و نایک هم تو ایران از ایشونه. یه گالری بزرگ جواهرات تو تهران داره. تولید کننده پوشاک ورزشی با برند داییه. فروشگاه لوازم و تجهیزات و پوشاک جای تهران داره، مثل میدان محسنی، میلاد نور، منیریه و یوسف آباد. علاوه بر اینا چند تا رستوران و فست فود هم داره. یه شرکت بیمه داره که اسم دخترش نورا رو روش گذاشته و یه سری ملک و املاک هم توی برلین، دبی و لاس وگاس داره. خودروهای مازراتی و پورشه و لکسوس و بنزاش هم بمانن. یه خونه چند صد متری هم توی تهران داره. ولی هیچ کدوم از اینا به اندازه قلب تمام ایرانی‌ها دارایی حساب نمیشه. هرچی ارادت داری بزن لایک و قلبم براش.